روسیا پشنیارک درباره هبونا چکدارن ایرانی لسوریه پیشکشی اسرائیل کر و اسرائیل جالی خواه او پشنیار رد کر. لگوری اجانسا رویترز یانو چهن گو روسیا پشنیارا مانا میلیسن ایرانی لسوریه پیشکشی اسرائیل کر لی بدوربونا 100 کیلومتریش دوه قدغ کرنا بکار آینا چکان لسر سینور جولان. جدره کی تایبت لسر زاره برپرسکی اسرائیلی راگهاند گو مجارا میلیسن ایرانی دجوینا سروکوزیرن اسرائیل بنیامین نتنیاهو و وزیر درویه روسیا سرخی لاوروف یه گو سردان روسیت که هاتا گنگشه کرن. لگوری زانیاریان گو نتنیاهو هبونا چکدارن ایرانی لسوریه بگشتی رد کر اوج لاوروف را اشکره کر گو اسرائیل تجاران رینا ده چکدار و میلیسن ایرانی گو خوال سوریه بجه بکن نبتنه بدریجه 100 کیلومتریج سینور اسرائیل لیل سوریه بگشتی. هروها نتنیاهو تکس کربو گوی بردوام بر سوا هر لفو تفگره که چکدارن ایرانی و آلیم بسر و جبو بجه کرنا لشکری لسوریه بده. بریان هاجی بالیوز روسیا لإيران راگهاند بو گو روسیا مجارا وکشاندنا هزن ایرانی سوریه به ایران را گنگشنا که. بالیوز روسیا لإيران لیوان جاغاریان اجانسا انترفاکس را دیار کربو گو بتنی حکومتا بشار الاسد دکارب ایران را وی مجاره گفتگو بکه و دوی او بتنی وی که چاره سر بکن نه روسیا. جارغاریان اشکره کربو گو پیوندی نوان به ایران را باشن و تک نچونه. هروها دیار کر گو روسیا و حولن خواه شبور گریل رودانا شرکی دنورا ایران و اسرائیل ده لسر خاکا سوریه بکه. اسرائیل هر دم هبونا چکدارن ایرانی لسوریه رد که و داخوازا وکشاندنا وی سوریه دکه و چندین جار ناوند و بارگه هن چکدارن ایرانی لسوریه توباران کریه گو بدهانج از سر و برپرسن حرس سوری ین ایرانه گل سوریه بجهد بن کشتن و بریندار کرن.